ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکنډی در ادامه برنامه‌های آموزشی خویش زمینه آموزش رایگان را برای بیش از 400 تن از جوانان برای یک دوره 3 ماهه فراهم کرده است. قاری خالد احمدی فضلی رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکنډی گفت که این ریاست مطابق اصول و پالیسی امارت اسلامی افغانستان زمینه آموزش رایگان در بخش‌های تجوید قرآن کریم، مهارت‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، خطاطی، زبان پشتو، رسامی و فن بیان را برای جوانان فراهم نموده است و افزود که جوانان باید از این فرصت به گونه درست استفاده کرده در یادگیری علوم تلاش نمایند. مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت دایکنډی میگوید که دو پروژه شبکه آبرسانی و آشامیدنی صحی در ولسوالی شهرستان این ولایت با تمویل مالی مؤسسه اکشن اید و همکاری تکنیکی ریاست احیا و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. رحمت الله وفا مسئول نشرات ریاست احیا و انکشاف دهات دایکنډی گفت که هزینه مجموعی این پروژه ها 72205 دلار آمریکایی بوده که توسط مؤسسه بهاری کار تطبیق گردیده است. مسئولان در ریاست آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در دایکنډی میگوید که در جریان 12 ماه گذشته یعنی سال 1404 هجری شمسی از سوی اداره برای 10,000 خانواده منتظر از حوادث طبیعی مساعدت‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. الحاج مولوی حبیب الله رهنما رئیس مبارزه با حوادث طبیعی دایکنډی گفت این ریاست در طی 12 ماه گذشته برای 10,000 خانواده مستحق که از حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند بیش از 1 میلیون افغانی پول نقد و مواد خوراکی و غیر خوراکی به ارزش 10 میلیون افغانی توزیع کرده است. و گفته آقای رهنما از سوی مؤسسات همکار با این اداره مبلغ 43 میلیون افغانی پول نقد برای خانواده های مستحق و متضرر از حوادث طبیعی در سطح ولایت دایکنډی توزیع شده است. مسئولان در ریاست صحت عامه دایکنډی میگوید که این ریاست با همکاری کمیته نظارت از بازار مقدار 2.5 تن مواد خوراکی و 1 تن ادویه تاریخ گذشته و بی‌کیفیت را از دکوکین و دواخانه های شهری نیلی جمع‌آوری کرده و حرق نموده است. دکتر جواد حکیمی رئیس صحت عامه دایکنډی گفت که طی 6 ماه گذشته مجموعاً 636 قلم ادویه تاریخ گذشته، 7 قلم مواد مخدره و 4 قلم ادویه غیر مجاز به وزن 1 تن و به ارزش 532,000 افغانی از دواخانه های شهری نیلی جمع‌آوری و از بین برده شده است.